جمشید اختیاری به ارتش تاجیکستان رفت و به قول والدینش بیماری بستری شد. همه خالش که میگه مخی نمیگه. کی تراکی زد، کم کماندیر زد، کم سالدار زد، نمیگه یکو مایده. جمشید را سال 2001 بعد از 4 ماه خدمت به شفاخانه حربی بردند. از همان روز مشکل راه رفتن پیدا کرد و سال 2010 قدرتی حرکت را از دست داد. اومدم تری با این ای سال 2010 با این تری با پشت خواه دیگه تری نشش در زمین کو پوم نمیشه اومد خواه کن تریشت دیگه نخیسته جوش. برایش همان سال نفقه معیوبی درست کردند. 8 سال باز هر ماه 150 سامانی نفقه می گرفت. چند روز پیش مقامات به آنها خبر دادند که جمشید را از نفقهش محروم کردند. آنها که بو میگه کمی سبور ما خورشکی اکی با ما را میره گندم میدره و خاص میدره و نوبت پودا میره. پدرش میگوید جمشید را چند بار معاینه کردند، سندی معیوبی دادند، اما باز از والدین میخواهند او را دیگر باره برای تشخیص طبی بیارند. من سوشم سوز کار نمیکنم. پاش نمیگم من خیلی در صورتش نشون میده میگه که این صورت هایده. در اداره حفظ اجتماعی ناحیه دنقره بر رادیو آزادی گفتند به تشخیص نآوردن جمشید باعث قطع نفقه شد. والدین جمشید میگویند دیگر خسته شدند و نمیخواهند او را در بدر شفاخانه ها گردانند و عذاب بدهند. بالجون، قراکمال، بسیار نیک مردم، مثل بالجون دنقره. مسئولین به خبرنگار رادیو آزادی گفتند به والدین جمشید رساند که بیمار را به مرکز ناحیه بیارند. اما پدر و مادر باز هم نمیدانند که چیکار کنند، چون که راه به مرکز ناحیه دور است و برای جمشید طاقت فرسا.